از شما التماس ما همین میخواهم بپرسم که در یگان گوشه کتاب‌های فقه امام اعظم رحمت الله علیه گفته هست که با نوشیدن عرق فوتیده باشد جنازه کردن ممکن هست یا نیست؟ یا انسانی که خودش را میکشد آیا جنازه او درست است یا درست نیست؟ التماس معلومات دهید. با احترام یک گروه مخلصان دوست داشته شما از راه دور میخواهیم که همین جمعه جواب ما را گردانید. درباره انسانی که عرق نوشید از دنیا گذشت یا انسانی که خودش را با دست خودش قتل میکند، آیا جنازه اینها در اسلام درست است یا نه؟ پرسیدم برادر عزیز. جواب این است: عرق حرام است برادر عزیز و گرامی، چی نوشیدنش، چی فروختنش، چی در اطراف او نشستن، چی تیار کننده، چی برنده، همگیش حرام هست. این با نص قرآنی هست. ببینید در ما و شما یک گپ است، خواه خودکشه خواه عرق نوشه، همین تا اصطلاح عادی مردم تاجیک همین است. وقتی که اگر درک یابن که در همین خیل حالت از دنیا گذشته است میگن حرام مردن. بله کلمه حرام مردم را استفاده میبرند که وای حرام مردگی است. پس شما خودتان اطراف کلمه حلال تحلیل کنید چه معنی دارد. اگرچند که خدا رحمت کند مذهب ما و شما امام ابو حنیفه انسانی که در حالت عرق هم مرده باشد، اگر مؤمن باشد، اگر مسلمان باشد، اگر گوینده لا اله الا الله باشد یا 5 وقت نمازش میخواند لیکن عرق خورد مرد، اینها را جنازه شون درست است میگه. هم شستنش درست هم جنازش درست. و خودکش هم خدا در قرآن ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما صدق الله العظیم. این خدا امر میکند ای انسان ها شما خودهاتان قتل نکنید، شما به دست خودتان نابود نسازید، زیرا که من برای شما مهربان هستم. الله میگوید من مهربان هستم برای شما، شما خودتان قتل نکنید، شما با دست خودتان تلف نفس نکنید، زیرا این جان در نزد شما به منزله ودیعت است و باید شما در این جان خیانت نکنید. یعنی انسان باید که در همه حالتهای مشکلاتش باید قوی اراده باشد. یک سختی بالا بیاید و تو در حال خودت اگر قتل کنی این حرام مردن است. حبیب خدا حدیث متفق علیه است. یک قصه از بنی اسرائیل بیان میکند که یک مرد در بنی اسرائیل بسیار بیمار سخت بود، دیگر طاقت در بیماریش نکرد و کار گرفت، همین شاهرگ های بندی دستش برید، خون رفت فراوان و این مرد از دنیا گذشت. خداوند چی گفت؟ بادرنی عبدی فی نفسه فقد حرمت علیه الجنه. این بنده من در نابود کردن خودش بسیار سرعت کرد، بسیار با سرعت کار کرد. از این خاطر من که خدای او هستم جنت را برای حرام گردانیدم. برای چی خودکشی اینقدر مذمت میکنم؟ به خاطری که الله اعلان دارد ما جنت برای خودکش حرام گردانیدگی. یا در دیگر حدیثی که از پیغمبر خدا هست با کدام راه خود قتل میکنی تا روز قیامت عذاب تو در او دنیا همین است.
اگر زیر ماشین میپرتای خداوند ماشین آماده میکند، هر ساعت و دقیقه اونجا تو را ماشین میزند و زنده میشه، ماشین میزند زنده میشه. یا از بلندی میپرتای یا دارو میخوری یا هر خیلی که کنی، همین منظره را خدا در گویم که بعد مردن تو تا روز قیامت برای تو آماده میسازد. برای همین دادرای عزیز، من بسیار این چیزا را درک میابم که بعض جوان دخترها و جوان پسرها برای عشق همین فریبی که در دنیا هست خودشان قتل میکنند، خودشان نابود میکنند. این بسیار بدبختی دارد. دادرای عزیز، هیچ وقت نزدیک بر این نشوید. اگر چند خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه که البته دلیل‌های قوی دارد برای جنازه کردن، معنای او را ندارد. امام احمد حنبل گفتند همون آدمی عرق نوش یا آدمی که در حالت خودکشی از دنیا گذشت، خوب می شود که آدمایی با تقوا و با آبرو جنازه نخوانند. آدمانی که به علم و جاهلن همونا جنازه نخوانند. برای همین این معنای را ندارد که جنازه تو را کسی که خواند نخواند، تو با این وعیدهایی که از حدیث ها و آیات های قرآن است البته روبرو می شوی. و این خاطر این بد است. همین قدرش برای تو بس است، همین شرمندگیش که گویان که فلانی حرام مرده است. همین به خدا باور کن، تو که رفتی جزات پیشگاه خدا در میتی، لیکن اینجا اولاد اجداد در خجالتند. تا وقتی که هستن میگن پدری فلانی حرام مردگی است یا برادری فلانی حرام مردگی است. این گویم شرمندگیش در اولاد تو تا روز قیامت میماند. برای همین هیچ وقت دادرای عزیز و برادرای مهربان به این عملهای هیچ وقت چنگ نزنید که این زیبنده آدمی مسلمان نیست. السلام علیکم حاجی محترم داملای عزیز. وقتی که نام رسول الله گفته می شود مردم خود را خم می کنند و دو انگشتشان را بوسیده با چشمشان می گذارند. این حقیقت دارد یا نه؟ بعضی ها ما شما وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگیم، بسیاری از مردم ما و شما همیشه میانش خم می کنند. خب گویا که احترام باشد. خب اگر چنده که برادر عزیز یا وقتی که اذان میتین دو انگشت همین خودمان نرینه میگوییم، همین انگشت های غوث کلام همین بوسه میکنن و در چشم هاشون میمالند. وقتی که اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله گفته میشود، همینجا بوسه میکنن و در چشمکاشون میمالند. این حدیث عینین میگویند. این حدیث عینین یعنی حدیثی که همین برای بوسیدن انگشت و در چشم مالیدن، خدا رحمت کند، موضوعات شوکانی ده، موضوعات علی قاری ده این حدیث باطل میگویند. این حدیث هم نیست میگویند، این دروغ است. اگرچند که خدا رحمت کند صاحب فتوای کنز العباد، فتوای جامع الرموز، فتوای صوفیه، فتوای عجایب المحیمات و خزائن العبادات، همین ها را رخصت دادن، لیکن دیگر صاحبای کتاب میگن که این کتاب ها معتبر نیستند. از آن جمله داملا محمدی، همین قمسنگیری که من دائم برای شما از نام ایشان یاد میکنم، کتاباش بسیار کتابای خوب و جالب هستند. در کتابش هم حضرت هم همین حدیث بیان میکند و میگه این کتابها معتبر نیستند. و این خاطر از همه در بهترین احترام عزت الله این از وقت نام الله گفته شد شما جل جلاله گوین از جاتون نخیزین، یا نام رسول اکرم گفته شد محمد صلی الله علیه و سلم، محمد گفته شد شما گوین صلی الله علیه و سلم. تماما خطانه تکان ندهین، با که ندارد گناهگارم نمیشنید. حتی صاحب مجموعه الفتاوا هم به این رفتن که این عملم درست نیست گفتن. و این خاطر بهترین احترام ما حبیب خدا را به نام آن الله که آفریده است از پدر و مادرمان هم دوست می‌داریم. برای خدا و برای رسول خدا هرچی بسر ما آید ما از پروردگار منتظر او هستیم، به جان و دل قبولش داریم.
لیکن این معنای را ندارد که من نام رسول الله را شنیدم و از جام که نخیستم گویا که من در یگان جریان دیگر باشم یا که حرمت به پیغمبر نداشته باشم. ولی بسیاری آدم‌ها شاید بعد شنیدن این حتی در ذهن مردم ما که این خیستن هست و دست‌ها را در مثال چشم‌ها مالیدن هست، ممکن که یکی اعراض گیرن گویند که با این مردک با فتوای نو برآورد یا دیگر مرحمت کتاب بیار. از همه بهترین صورتش بحث خوبش کتاب است. برای همین گذاریم همون خدا رحمت کنه همون گذشته ها مانه همون گذشته ها را دیگر کاردار نشویم. من میدانم که دلیل بسیاری از ما و شما فقط گذشته ها هست. او فلانی میکرد که آخر میلش فلانی هر چی میکرد خدا رحمت چون کنه. شاید فلانی نمیدانست، شاید فلانی همین کتاب نداشت، ایناش هم شما از نظر کنترل نکنید. فلانی فکر میکنه همین حاجی میرزا همه را میدانه. باور که من بی‌سوادترین گویم اهل علم نمین مردم تاجیکستان به خدا من در بین عالم ها اعلام کرد بی‌سوادترینش من هستم. فکر میکنیم ما همه را میدانیم. نه نمیدانیم همه را. یکی پس فردا ممکن ما هم از دنیا گذشتیم بعد نگویم که یکی یگان مسئله را از من نشنیده باشین بگوین آخه همین مسئله را حاجی میرزا نگفته بود. شما یقین دانید شاید حاجی میرزا همون را ندیده است یا نمیدانید. برای همین شما یکی مبادای با بعد شنیدن این نگویید که مقصد این مسئله را نادرست کرد. نه برادر عزیز، من هیچ مسئله را از کتاب بیرون برای شما بیان نمیکنم. چیزی دیدم همون را بیان میکنم. چیزی در مذهب من هست از مذهب بیرون هم فتوا نمیکنم. خب برادر عزیز، انا همین از احترام، انا همین از که شما تعظیم خدا جل جلاله، تعظیم رسول صلی الله علیه و سلم است. خودتان تکان ندهیم با که ندارد. السلام علیکم بابای داملا. من از شما خواهش دارم که سوال ما را در همین جمعه جواب گردانید. در پیش نماز جمعه آب ماندن قیترمه حساب می شود یا نمی شود؟ نه حساب نمی شود. شاید بسیاری آدم ها هست که در همین محراب در پیش ما مثال در همون شیشه هایی که هست آب میارن همونجا میگذارن و همین برده مثال چکار میکنن می نوشن. نه، بهترین صورتش همین است بیارید شما همون آبها را ما آیت قرآن در داخلشان خوانیم برای شما دیم برده مرحمت استفاده برین. اینش طبق سنت است. اینش انشاءالله فایده دارد. اینایی که ما و شما میمانیم گویا که این مثال همچون قیترمه ای که میگوید حساب میشده باشد، نه این حساب نمیشود. دارد یک بار یک جمعه ده خدا خیر شدید کسی را نمیدانم برای نوشیدن ما آورده بود یا برای منبر آورده بود که خیلیشان نوشیده بدیم. اما اگر برای نوشیدن باشد ما تبرک میشود. ما تبرک ده اخلاص داریم. بیارین خیلی می نوشیم می تنتون تبرک برده نوشیدن بگیریم. لیکن برای اکو این تماندنش خیلی نمیشه، اجازت نیست. سلام به شما پیشوای عزیز حاجی میرزا و با همه آن برادرانی که در حضور شما نشستند. داملای عزیز، از شما احترامانه یک خواهش میکنیم. التماس خواهش ما را رد نکنید. خواهش ما چنین است: یک نماز جمعه شما از ایشان نورالدین جان خواهش کنید که به مسجد شما تشریف آورد و شما در مسجد او. فکر میکنم که خواهش ما را رد نمیکنید. ما یک گروه برادران از شهر کلاب سوال انتظار هستیم. ما برادر عزیز همه اهل علم تاجیکستان دوست می‌دارم، احترام میکنم. علاخص آن کسانی که بیشتر خدمت در دین میکنن، بیشتر مردم به خدا و به رسول آشنا میسازند، غیرت دارند، جسارت دارند، حقیقت به گوش مردم میرسانند، اونهاش در مدح اول دوست میدارم. برای ما نسبت بابای ایشان نورالدین جان گمان نیک دارم، به خاطر که موعظه های تأثیر بخش دارد، حقیقت بیان میکند. ما حضرت احترام میکنیم و گوییم که نسبت این حضرت هم احترامی خاصه داریم. به این خاطر
ما چندین بارها برادر عزیز دعوت کردگیم، از آن جمله برادرش ایشان محمود جان هم به نزدیکی دعوت کردیم که حضور فرمایند، لیکن رد کردند، گفتند که ماها آمده نمیتونیم. همین شما که همونجا هستین همین کفایت میکند گفتند. و این خاطر ماها پیشنهاد نکردیم. این شما که اگر آورین با دو چشم قبول، مرحمت. ما صدقه همه اهل علم میشیم. ما نسبت هیچ کدامش گمانی بد نداریم، همش دوست میدارم، احترام میکنم، همش دوست میدارم. اگر چند از بعضیاش میشنوم که ما را در تنهایی غیبت میکنن، اوناش هم به خدا دوست میدارم، اوناش هم حرمت میکنم. ما خاک پای هموناش هم نمیشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک سوال داشتم. همین دوره کردن میت در اسلام هست یا نیست؟ با همین روشنی پره میانداختید. مهم است برادر عزیز. ما از شهر دوشنبه آمدیم. من این یک جمعه دا گفتگی بودم درباره دوره که از گوییم که مرده های ما و شما پیش از در قبر گذاشتن یک طبقه گندم میاریم. اولها خیلی متریال و پول میماندن، هر چیزی که در همون طبق میماندن، وقتی دامولا هم دوره را که میگردن قاعده‌اش همین بود که حتمی باید تقسیم میکردن. حاضر شکر خدا که پول تقسیم کنی برداشته شید و هزار شکر که اون متریال تقسیم کنی از بین رفت. پولی که الحال جمع می شود همچون کمک برای مرددار داده می شود. بسیار نیک است، بسیار خوب است، جانبدار است، لیکن دوره اساس ندارد برادر عزیز. من این اعلان کرده بودم، دوره اساس ندارد و این در یگان کتاب راستی بار من همین کتاب های معتبری که باشد چشم نفتید است که شما همین زیلی که ما امروز میکنیم همین انجام دهید، نیست در کتاب ها. ندیدم برادر عزیز. خیلی شد خدا را شکر که از همین دوره ها من خودم دور هستم. اینا بسیاری مرده ها برادران میدونن میآین، من نمیرم. در بعضی هاش ضرور میبرنم، همون باور که اون معرکه دا خود من ناراحت بخوام که در حتی مسئله مختصر هم وجود دارد که در هر یک نمازی که انسان در حالت بیهوشی در حالت خودش نیست، او اگر عقلش باشد و دستش کار نکند، پاش کار نکند، با اشاره سر باید نمازش خواند. لیکن وقتی از اختیاری خودش برآمد، دیگر هیچ کس نشناخت ندانید، این حالت در چند نمازی که از او فوت می شود، سر هر نمازش 2 کیلو گندم همو وارثاش میتین، انشاءالله خدا اون نمازش را میبخشد. این از قاعده درستش همین است. من امروز مسئول و من میدانم که به خاطر این مسئله ها ولی چندین جا با محاکمه میشم، لیکن مسئولم، باید حقیقتش به گوش شما رسد. خیلی او طرف شما خطان اینجا وکیلا شدگی هستند، اینجا بعض ملاهای محله هم شدگی هستند. کوشش کنیم برادر عزیز، دستگیری کنیم، مرا نه کتاب ها را، آن چیزی که به ما و شما از خدا و رسول رسید همون را دستگیری کنیم، مرا دستگیری نکنیم. در قنات ما ایستین، همین چیزایی که امروز ضرورت ندارن، امروز وزنینی به گردن مردم آورده است، از اسلام ما نیست، کمک کنیم ما هم اونا را از بین برداریم، ثواب بگیریم و شما. وقتی این سوالات به دست من رسید، در حال جواب دادنش که مشکل نیست، زیرا من باوری کامل دارم هیچ کس برای این دلیل یافته هم نمیتواند که مرا متهم سازد که این مرحمت در حدیث، این در کتاب فقه وجود دارد، ندارد. من با گردن بلند برای شما میگم. فقط از یک چیزش گویم که همین که خواطر هستن که بعضی ها اولی اینها را بردن محاکمه میکنن که حاجی نادرست کردگی است، جواب نادرست گفتن. لیکن از شما خواهش، وقتی در پیش شما گفتن نادرست است، شما از شما خواهش همین است، گیرد کتابش همراه او پیش من بیایید، پیش من بیایید، بیارد کتابش ببینیم، اگر به شرط همون حق باشد به نام آن خدا بین شما در میخیزم میگم من غلط کرده بودم، نادرست کردم، من همین چیز ندیدم، از همین فتوام پس گشتم، با که ندارم.
السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. مردم انشاءالله قبول دارد. من فکر میکنم بعضی همون کسانی که مثل من اون قدر علم کامل ندارن همونا بحث میکنن. این مردم قبول دارد. مردم میداند که ما از ورق گپ نمیزنیم، از دفتر گپ نمیزنیم، از کتاب گپ زده ایستادیم. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. پیش از همه به شما تن صحت، دل بیغم و در همه آرزوهایت برار خواهان هستم. ما یک گروه مخلصان شما از شما احترامانه یک خواهش داریم. شما با مصلحت ایشان نورالدین جان یک نماز جمعه را در مسجد ایشان گذرانید و ایشان نورالدین در مسجد شما. این خواهش از جانب همه برادران آرجانکیزآباد است، هم از شهر کولاد. خواهش میکنم هرچی زودتر، خطا کردم مرا بخشید. برادر من جواب شد گفتم. سلام به واسطه پوچتا، به طریق اینترنت سوالایی که میآید. سلام داملای شیرین سخن. ما یک گروه دانشجویان حربی در روسیه میخواستیم با سوال ما جواب روشن میدادیم. ما را نماز خواندن نمیمانند، 3 وقت خوراک با گوشت خوک میدهند. ما چیکار کنیم؟ در حق ما دعا کنید که ایمان ما مستحکم شود. خدا ایمان شما را مستحکم دارد. ایمان شما مستحکم است که از ما این سوال کردید. خدا بازم ایماناتون مستحکم گرداند و خدا او رهبرهای دل سخت شما را خدا دلهاشون ملایم کند که به نماز عبادت شما اونا چقه نشوند. راستی برادر عزیز، در حالتهای خیلی اضطراری که انسان روبرو می شود، خوردن چه گوشت خوب باشد چه دیگر گوشت ها باشد برای ما مباح می گردد. حالتهایی که ضرورت باشد، حالتهایی که اگر ما همون استفاده نبریم شاید هلاک شویم، شاید که در ما یگان ضرر و زیان در جسم ما پیدا شود. با این خاطر چه هست اجازت است که شما از حرام کرده ها استفاده برین و حکم این حالت مباح می گردد. لیکن اگر ذره امکانیت باشد شما نمازاتون در وقتش خوانین، لیکن نشد شب همونا را همشه گویم با ترتیب خوانین. خداوند مهربان است، خداوند از حال شما آگاه است، الله شما را می بخشد. این از دادر عزیز جواب همون مختصر برای شما. السلام علیکم داملای عزیز. سوال از بچه های دوشنبه. ما را می گویند که اگر به حضرت مولانا رویم در دست شما اگر آذخ هم که باشد اونجا برای شما شفا می شود. شما نسبت به این مسئله چی گفتنید؟ آذخ همه میدونیم. آذخ یک زخم خیلی ناخوب هم هست، در رویم میبراید، در دستم میبراید. بچه ها گفتن اگر همون مزار رفته و مثل مزارهای ما و شما واری جاروب دارن که جاروب خطی میروان و خاک میگیرن در بالای آذخاتون میشکن، از نودای درخت میشکنین، در مثال گردن هاتون کشال میکنین و درخت مثال گوییم که گهواره های خانه تون در کشال میکنین و خواب یا اینکه کدام تو برای کشایش کار گرفته همونها را همراه میگردانی، نمیدانی که تو الکه در شرکیات رفته درک نداری. حالا که برادری عزیز آخه خدا را شکر امروز این ترقیاتی که در طب ما هست، آخه او را مزارستان گفتن، او را بیمارستان نگفتن. اگر بیمارستانش میگفتن اگر گویم جای همین طبابت میشد اعلانش میکردن که اینجا قبرستان نه، اینجا بیمارستان است. برای این برادرای عزیز و گرامی اونجا بیمارستان نیست، اونجا آذخ شما در شفا نیست. شما دکترها را مراجعت کنید.
شما در راستی او حضرت ها که رفتین امونا باور کنین از شما ناخشنود میشوند وقتی شما زیارت درست نمیکنید. و زیارت به خاطر عبرت گرفتن است، به خاطر آینده قبر او را دیدن و قبر خود یادآور شدن است. آخه در راستی وی رفتی در حقش دعا کن، در حقش طلب مغفرت کن. وی بیچاره احتیاجی به این دارد. نخواه که ما از اونجا خواب کن دیگر گرفته در بالای آزادهامون مالیده و از اونجا کمک طلب کنیم. این در من 10 بار برای شما برآمدها کرده بودم. حتی مورد این برآمدم سرزنش ای رهبرها شنیده بودم، لیکن شکر خدا که میلش آخر اون نمیفهمد. من مثال را فهمانده هم نمیتونم. با این خاطر شما را تأکید میکنم که اونجا جای شفا نیست برادر عزیز. شفا در شفاخانه. روین دکترها در شما مراجعت کنین، انشاءالله خدا برای همون دکترها برای شما راه معالجه شما میآورند. لیکن از اونجا برای شما شفا نیست، گناهگار میشوین برادر عزیز و گرامی. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. درود و رحمت خدا بر شما باد که ما همه امر معروف های شما را گوش کرده و بیان عادی و ساده شما را گوش کرده حلاوت میبریم. ما یک گروه زنان از فرغان تیپه با پختن کله و پاچه گاو و گوسفند مشغولیم. اگر در دیگ اندازیم کله را با دندانهایش درست است، حلال هست یا نیست؟ خدای مادرارم شرم و حیا نصیبشان گردانه و بازم هدایتشان خداوند زیادر گرداند و در دل این مادرها خداوند عشق ذات خودش، عشق حبیبش، عشق قرآن اسلام خداوند جایگیر گرداند. مادرها پرسیدن ما مقصد کله گوسفند و پاچه گوسفند و دیگر پخت و پز میکنیم. اگر همین کله گوسفند همراه دندانهایش در دیگ اندازیم همین حلال است یا نه؟ حلال است برادر، باکی ندارد. اگرچه بعضی صاحبای کتاب فقه خدا رحمتشان کند گفتن که حلال نیست، گفتن اگر کله گوسفند از گاو است در دیگ با دندانهاش اندازید، زیرا که گفتن در گویم دندانها شاید که یکان نجاستی باشد، گفتن احتیاطاً گفتن. و ایلا هر چیزی که اگر گویم گوشتی او حلال باشد و پس ماندهش هم حلال است. برای همین این گوسفند است، گاو است، با دندانهاش هم که اگر شما در دیگ اندازینم مقصد دیگ شما حرام نمی شود، خوراک پخته شما حرام نیست، درست است. لیکن در مردم ما عادت است که دندانهاش هم میگیرند، دندانهاش هم میشکنند و بعد در دیگ میپرتند. هر دو صورتش درست است، باکی ندارد. السلام علیکم جمله عزیز، خدا شما را نگه دارد. سوالی داشتم، همین کرخت از اسلام است یا از اسلام نیست؟ این سوال فقط همین این جمعه فقط سوالای آنچه که امروز مردم ما پایبند او هست. کرخت همه میدانیم و فیلم تمام تاجیکستان خوجندی ها را نمیدانم چی میگویند، اکثر مردم دیگر این جانبش کرخت میگویند. کرخت معناش همین است که اگر شما چیزی گم کنید پیش یک اهل علم میرین، پیش یک آدمی گویم اکن با فهم و پیشوا میرین و بیان میکنین، اون کس در رشته یا در قبچو همون کاردای هست میخوانن و میدمن و در دست شما میتیان، اینا میگوین کرخت. حاضر گویم اگر این تا سخت کرده گویم نادرست است، باز یکی ممکن شما ویران شوید، لیکن ملایم کرده میگویم که کرخت از اسلام نیست. کرخت از اسلام نیست. در رشته گیره انداختن و پوف کردن هم
حبیب خدا از جمله سحر گفتن، این جادو هست گفتن. حدیث است برادر عزیز و گرامی. اگر کسی در گره می دمد و او را گره می اندازد و در گردنش کشال می کند، برای مال گم شدت می تید، همین از سحر گفتن، همین از جادو گفتن. و کسی گفتن اگر مبتلای سحر، پایبند سحر باشد، پس او در شرکیات رفتگی هست. و این خاطر شما دادر عزیز یک کار کنین. حدیث های پیغمبر در آمد است، کسی چیزی را که گم کند اولا در مسجد اعلان نکند. من خوانده بودم برای شما که چیزی گم شده را در مسجد اعلانش جایز نیست، درست نیست. و این که آن چیزی از شما گم می شود، چی مبلغ باشد چیزی نباشد، در حال 2 رکعت نماز خوانید. در حال 2 رکعت نماز خواند، بعد التحیات انجام دادن، درودار خواندی، سلام دادی، دستات به سوی پروردگار بردار، بگو خدایا همین مبلغی که در دست من بود، این آرامی دل من بود، این وقت خوشی من بود، این مهربانی و لطافتی تو بود که به دست من آمد. امروز که این از دست من ای پروردگار تو که گرفتی، باز به سوی تو مراجعت میکنم خدایا همون را باز پس بر من نصیب کردم. انا همین معنای حدیث است. مراجعت کن به آن ذاتی که اینا گم کرد، همون ذات برای تو پیداش میکنه. این از طریق درست است در عزیز. میل است این اگرچه که بسیاری از برادرها در این مشغول هستند، لیکن این ناجایز است، این نادرست است. طریق درست داشت انا همین است. بله انسانی که گاو گم میکند، پول گم میکند، برای دریافت کردن او تا پیش فالبین ها را میرود. میدانید پیش فالبین میرود. حالا که پیش فالبین رفتگی آدم دیگر مگرم گفته، همین مردم خودمون مگرم میگه، مگرم که همین قرآن و حدیث پس پشت مانه و بعد پیش فالبین برود. برای چی؟ برای پیدا کردن آن چیزی که گم شده. یک آدم حکایت کرد، گفت که همین گردنبند زنم در خانه گم شد. گردنبند زن، گردنبند خواهرم در خانه گم شد. خیلی دیگر وقتی که در خانه که کلین باشد، مردم ما در گردن کلین میزند، دیگر پر ندارد و کلین گرفت است نگرفت است. امروز این ما و شما داد. اکنون من برای چی اینا را میگم؟ من برای اون میگویم که در پیش من مراجعت زیاد است، تهمت زیاد است نسبت کلین ها. نگرفت است بیچاره، زار گریه میکند، قسم میخورد باورش نمیکند. ولی چی کاری شود؟ همون در گردن کلین میزن، میگن همین کلین کردگی هست. همون بیچاره هم در گردن کلین زدن. خیلی کلین بردن یک مدت قریب 1 هفته 2 هفته ای خانه دور ماندنش، خب اتاب بگرفتنش. بعد پیش فالبین رفتن، فالبین همین شهر کولا رفتن، گفتن همین خیلچیده است. بعد یک کم طرق همین تا فکر که خیلی جین ها اکو باید پیشش در جین ها هرچی میگن، اکو دروغ باید نیست، آخوره یافتنش تینده. میگد یک مصرع های شعری عجیب بود از سعدی، خدا رحمتش کند، از یادم رفت. خب نام فالبین که گرفتی سخنی خوب فراموش می شود. رفت میگه پیش فالبین، درام میگه در پیش فالبین گفتم که همون گردنبند زنم گم شده. بعد میگه کم ترمی تو تنفس کرد و هیچ وقت نمیتد دیگر. پیش فالبین میرود، علاقه ایمان دیگر پرید رفت، نکاح ها بریده، درک ندارد. بعد چیز گو همین خیل. بعد یک دمک ایستاده، بعد فالبین چیز گو کدام دزدی بود است که بسیار دزدی متخصص بود است. همین خیل بسیار متخصص بود است در دزدی. چی خیل؟ گفته است که میفهمید است که
چیزی دزدیدگی را اگر در پیشاب پرتای دیگه فالبینای افتش نمیتونند، جینای افته نمیتونند. برای همین گردنبند زند در درون کدام پیشابی ای اکو پیشاب در کجای ای کجا میوی پیشاب نمیدونی دیگه. مثلا در درون یک پیشاب ای برین بیاوین اینا مرحمت جوابی او. همو آدم باید همینجا نماز میخونه برادر شاید شنیده سخنی مرا. ما برای او گفتیم رفت بیچاره از سر نکاش از نو کرد. خب همه راهاش فهمانیدیم. خیلی از جاهلی بود است، از نافهمی بود است. زنش هم آورد بیچاره از زندگی کش خوب بود لیکن گردنبند دیگه نیو حالی هم در همون درون پیشا بود. این مرحمت برای همین این کرخت هم مثل همون است برادر عزیز. اکو با آدم ها با بندو که با کارچه تکیه نکنینو خوبش دلت میسوزه با گاوت با پولت درست کرد نماز بخوان. از خدا زاره کو به نام آن خدایی که خلقم کرده است از صدق پروردگار از زاره کو پیداش میکنه انشاءالله. خب السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما هستم. بابای داملا در شهر کولاب آوازه پهن شده است. خب که سال 2012 قیامت می شود و حتی در گازیته ها چاپ شده است. التماس بابای داملا این سوال را به ما پوره فهمانید. خداوند شما را از همه تهمت ها نگه دارد. در حق ما دعای خیر کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتهاها. سوره نازعات است. برادر عزیز و گرامی الله میفرماید ای محمد اگر از تو پرسند که قیامت کی می شود بگو که ساعت قیامت در پیش خداست و جز خداوند کسی نمیداند که قیامت کی می آید. برای همین دادرای عزیز چه از شهر کولابی چه از شهر دوشنبه از کدام شهری نباشی عقیدت استوار نگهدار. خواهش من از شما یک چیز است، فقط و فقط از الله بینید. هر چیزی به سر شما میاد الله میداند. این قیامت پردهشتی که هست تا زمان آن نشانه های کبرای او کلان او، تا زمانی که این امام مهدی نبراید، تا زمانی که حضرت عیسی از آسمان پایان نشود این قیامت حال قایم نمی شود. و این خاطر نه 2012 و نه 2013 این در عقیده نکن. فقط این قدر گوی که خدا داناست کدام زمان خدا قیامت قایم میکنه. برای این بهترین جوابش انا همین است داریم. سلام داملای محترم حاجی مرزا، یک سوال التماس جوابش را گردانید. در دهه ما 2 مسجد است. از سبب بسیار بودن قوم ممکن است که در هر 2 مسجد نماز جمعه گذرانیده شود، زیرا که در یک مسجد همه را نمی برد. التماس جواب از ضرور است. ولی برادر عزیز اگر مسجدی که امکانیت همش داشته باشد خوب و بهترش همین است که یک جماعت شود و اگر هیچ امکانیت نباشد و باید حتمی در مسجد دوم مردم به نهایت زیادند پس بخوانند. لیکن یک ناخوبیش همین است که هر 2 مسجد و هر 2 امام باید یک وظیفه داشته باشند. مردم به خدا و رسول او شناس کردند، مردم از خدا ترسانیدند، به گوش مردم حقیقت گفته خدا و رسول رسانیدند. باید دیگر چیزی نباشد. یکی در اینجا بعد مسابقه ها شود و اینجا در بعد بعض بدبینی ها شود و بعد کشماکشی ها بین مثال 2 تا امام شود و بعد سیاه کردن این و این شود، اینش بدبختی میارد. برای این بهترین صورتش یک مسجد است. لیکن 2 مسجد هم که شد انا همین وظیفه ها انجام یابد انشاءالله بسیار نیکبختی میارد. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم به طالب علمها و دانشمندان شهر دوشنبه
با احترام مخلصان شما خواهش دعا داریم در این قوم جمع حاضر ایستاده. بعضی آدمان میگویند که از خداوند گفته است که از شما حرکت از ما برکت. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ اولا خدای مهربان در علم شما فیض و برکات نصیب کند و شما را خداوند دانشمند خوب گرداند، همیشه در دین، همیشه در راه خدا و پیغمبر در این جامعه خدا شما را خدمتگار گرداند. و دوم اینکه خداوند گفته است از تو حرکت از من برکت حقیقت دارد. بله حقیقت دارد. این معنای سخن فقط تشویق کردن ما برای کار کردن است. مثلا ما باید در جای از جایها باید مشغول کار باشیم، باید از یگان جای یگان مبلغ برای گذرانیدن حیات خود، برای تأمینات اولاد خود باید داشته باشیم. حتی خدا رحمت کند، حضرت سعدی میگوید ریزق اگرچه به گمان برسد شرط عقل است جستن از درها. ببین ریزق به گمان میرسد. ما در آمدن ریزق به گمان یگان شبهه نداریم و ما الله را برای خود رازق اعلان کردگیم، زیرا الله خودش اعلان دارد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. من هستم آن پروردگار بزرگ که هیچ قوه به من برابر نمی شود و من اگر شما سطح شما در روی دنیا 6 میلیارد اگر 100 میلیارد کشوین من رزق همه شما را میرسانم. الله اعلان دارد که من هستم رازق شما. مثلا شما رزق یگانه از من ببینید، از دیگر جا شما هیچ وقت تکیه بر هیچ شخص هم نکنید که مثال فلانی نباشد ما هلاک میشویم یا فلانی نباشد ما چیکار میکنیم. برای این یگانه رازق شما الله هست. فقط تکیه به سوی پروردگارتان کنید. لیکن کار این چی هست؟ کارم ضرور است. در کار کردن اینقدر برکات است که اگر ما در یک ماه 100 سامان که کار کنیم الله قادر است که برای ما 200 سامان به خاطر که ما حرکت میکنیم، تنبلی نمیکنیم، خواب نمیکنیم، کار برای خود انتخاب نمیکنیم، به این خاطر خدا برای ما 200 سامان و 200 دلار هم در عوض مهنت من انشاءالله پروردگار پیدا میکنند. همین حضرت میگوید که رزق اگرچه بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها. کس به اجل نخواهد مرد تو مرا بر دهان اژدها. هیچ وقت انسان به اجل نمیمرد، لیکن دیده و دانسته خود برده در دهان اژدها جای نکن. یعنی تو اگر کارم نکنی الله برای تو رزق میرساند، لیکن به هر حالم برای رزق فراوان شدن با برکات شدن کار تو ضرور است. حتمی کارتون دادر عزیز. انشاءالله این شعار بسیار شعار درست است، از تو حرکت و از ما برکت. خدا خیرت یاد. بسیار سوالی خوب است. در قبضه سعی هست کلید در روزی. حضرت سعدی میگوید کلید در رزق روزی در حرکت است. در قبضه سعی هست کلید در روزی. شیر از کشیش طفل به پیستان بدر آید. حتی همون ببینید طفل ها تا اگر دم نکشن از همون پیستان مادر هم شیر نمی آید. همونا هم همونجا می جنبند، همونجا حرکت میکنند، همونجا برای خود رزق پیدا میکنند. پیغام: السلام علیکم حاجی میرزا. من یک نفر شهروند ناحیه قبادیان صالحمای یاغی. من خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. سوال من چنین است: من همین سال 2007 روزه ماه شریف رمضان را گرفتن نتوانستم، به سبب بیماری سخت گرفتار شدم. من میخواهم فهمم که قرض من چقدر است و کی همین روزه را گیرم. در آخر گفتنی هستم که در حق من با جمعیت دعا کنید. با احترام بنده اخلاصمند شما از ناحیه قبادیان
کلخاز کمونیسم، کوچه کمتمال، سال همای یاغی. خدای مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. برادر حسن دینم که این پیغام برای ما آورد و گفت در حق پدرمان دعا کنید خدا اون پدرم رحمت و مغفرت برادر حسن دین خداوند ایمانش باز هم کاملتر گرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من شهد منکم الشهر فلیصمه. الله در قرآن چی میگوید؟ هر وقتی که شما ماه رمضان دریافت کردین روزه ماه رمضان بگیرین. خب و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام الاخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله در سوره بقره میگوید ماه رمضان دریافت کردین روزه بگیرین. اگر شما در سفر باشین یا در مریضی باشین شما را خدا رخصت داده است که روزه هاتون نخورین. وقتی شفا یافتین یا وقتی که از سفر برگشتین چند روزه که خورده بدین اونها را قضا روزه بدارین. خداوند همیشه برای شما آسانگیر است و مشکلات بالای شما هیچ وقت نمی آرد. به این خاطر مادر عزیز غم نخور. این نشانه غمخوری تو نشانه ایمانداری است. چند روزی که بیمار بودی الحال میتونی که اونها را تو اگر تن و صحت باشد قضا بداد، اگر تن و درمند باشد تا وقتی شفا تو روزه نگیر. اگر هم تا به بیماریت هم از دنیا گذری خدا مغفرتت میکنه. این است مهربانی پروردگار نسبت بندگان. خب السلام علیکم اکای حاجی مرزا. من یک سوال دارم میخوام با همین سوال من جواب دهید. بابا حاجی در روز قیامت آدم با همین جسدی که در همین دنیا هست با همین جسد میخیزد یا که با روحش؟ خدا نگهبانت باشد. ما یک گروه طالب علم از شهر کلاه در حق ما دعاگو باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرین علی ان نسوی بنانه. صدق الله العظیم. این درباره عدی ابن ربیعه یکی از خدازده های دوره پیغمبر خدا بود، یکی از دشمن های مسلمان ها بود. این عدی ابن ربیعه و ای آمد نزد پیغمبر خدا چی گفت؟ آیا گفت همین استخوان هایی که از انسان خاکستر می شود در داخل قبر خدا همین ها را جمع می کند؟ خدا همین در جان دوباره می تید؟ پروردگار بر حبیبش چی گفت؟ بله قادرین علی ان نسوی بنان. به این عدی ابن ربیعه ناکس و ناسپاس برسان که پروردگار من قدرت دارد که در این استخوان‌های خاکستر شده شما جان دویم باره را پیدا کند. نسوی بنانه. پروردگار بیان حتی همین ناخونهایی که در دنیا داشتین همین ناخونهای خودتانه پروردگار در شما باز جمع میکند. سری ناخون پروردگار حتی که باز یادآور شد. این برای چی پروردگار چشم نگفت، دهان نگفت، دندان نگفت و ناخون گفت؟ حتی همین ناخونهای در دنیا داشتین همینها را برای شما من در روز قیامت بازگشت به شما نصیب میگردانم. این معجزه قرآن است. این بزرگی الله است که در ناخون به نهایت رگهای زیاد خیلی زیادند، رگهای میده میده که اینا به عصب گویم پیوستی دارن. این چسبانیدنش بسیار کاری مشکل است. این شاید طبیبهای ما و شما در اینا عاجزند برای این رگها را فقط با اون میکروسکوپ ها دیده میتونن و خلاص. و دیگر بزرگی این است میگوید که سری انگشتی تمام انسان‌های در روی دنیا هست همین خطهایی که دارد از هر کدام ما هر خیل است. که ببینیم در تمام دنیا انتخابات همون رئیس های جمهور شوند با همین سری